عمده‌ترین جانبی که این صلح را به دست آورد در تاجیکستان، مردم از یک هلاکت بسیار هم وحشتناک نجات پیدا کردند، همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. این حزب صلح است، حزب وحدت است، حزب یک پارچگی است. بعضی دایره های هستند که بعضی اشخاصی هستند غرضناک، هم بعضی مؤسسه هم هستند که غرضناک، آدمایی هستند که صلح را اونقدر معنای صلح نمیفهمند، آدمایی هستند معنای یکدیگر با یکدیگر زندگی کردن را چندان تصور نمیکنند، یک کینه و عداوت داخلی دارند. اونا شاید که بعضی تشنجات، بعضی اختلافاندازی ها، بعضی همین چیزها را میکنن. من از شما خواهش میکنم که شما با گفته هر کدام آنها گوش ندهید و همچنین شاید افراد پیدا شود که یک گونه فشارآوری بالای شما داشته باشد، شما را وکیل دونسته. اولا همه خیلی آدمایی هستند که به خلاف قانونهایی که امروز در جمهوری هست فشار میارن، برای میگن که تو وکیل کنفرانس اسلامی هستی، تو دکان داری یا زمین داری، زمین از دست گرفته می شود، دکان از دست گرفته می شود، یا با هزار بهانه های. خواهش میکنم این چیزها هم باعث چی نشود، ضعفش روحیه شما نباشد. برای قانون جانبدار ماست، قانون ما را این حقوق داده است. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نه یک بار، دو بار رای‌پرسی شده است درباره فعالیت حزب اسلامی. در دو رای‌پرسی کنستیتوسیون ما را اجازه داده است که فعالیت کنیم. بعضی آدم‌های دیگر می‌خواستند احساسات شما را بلند کنند، شما را نماندن، شما را اجازت ندادن. این چیزها میخوان با این چیز یک وضعیت به وجود بیاره که حرکتی از شما صادر شده که باعث منع شدن مثلا نقشه های آینده ما باشه. برای همین من فکر میکنم که خون سرد باشید، تحمل کنید، و دسیسه هایی که دشمن های حزب ما میکنن، مخالفین حزب ما میکنن، با آنها گوش ندهید. برای اینکه من فکر میکنم که شما وکیلان محترم کنفرانس آدم‌های خیلی با عقل، با تدبیر هستید و بار دیگر همچون عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، همچون دارنده مکتب خدا، پیرو مکتب خدا، باید که صبر و تحمل و دور اندیشی و خردمندی خود را در پیش جامعه نشان بدهید. همین نسل جوان رو کی میخورد؟ کی گناهکار است در این وضعی با وجود آمده قانون، حکومت، حزب‌ها یا خود جوانان؟ من فکر میکنم که همه برابر گناهکاریم. هر کس به مقدار صلاحیت و وکالتش گناهکار هم هست. هر کی صلاحیتش و مسئولیتش بالاتر است، گناهی او بیشتر است. و نگوید کسی که در وضع امروزه تنها حکومت گناهکار است، حزب‌ها گناهکار نیستند یا خود جوانان گناهکار نیستند. ما همه حلقه یک زنجیره هستیم. اگر این حکومت کم فعالیت است، ما حزب‌ها گناهکاریم. اگر ما حزب‌ها کم فعالیتیم، شما انتخاب کننده ها گناهکارید. هر کدام ما در جای خود یک کمبودی داریم. صحبت‌هایی که من قبلا کردم در صحبت عمومی به همین خاطر بود که بیاید همکاری کنیم، با هم باشیم، یک جایه باشیم تا اینکه وضعیت عمومی کشور بهتر شود. چون بالاخره اگر هدف ما متقاعد کردن اون طرف است که دارن اشتباه میکنند و کشور رو به یک ورطه تله داده ایستادن، باید از همه وسیله استفاده کنیم. اگر اونها درها را بستن، ما هم بگیم که با کسی صحبت کردن نمیخواهیم و
تنها یگانه راه این است که باید اونها جا را خالی کنند بروند. من نظرم این است که این راه حل نیست و هر کسی که طرفدار این سیاست غلط هست، چی در حکومت باشد چی در اپوزیسیون، ما با اونها نیستیم. ما باید تمام نیروی خود را خرج آن کنیم که متقاعد کنیم این حکومتداران را که آنها بفهمند که اشتباه کرده شدند. یک نکته بسیار مهمی دیگر است. چرا ما همه حکومت را یکسان می‌بینیم؟ در حکومت هم هستند کسانی که عقل سالم دارند. اونها جسارت ندارند. اونها جرأتی گفتن نظری شخصی خود را ندارند. باید با اونها فهماند که برادران ما در یک سفینه نشستیم، در یک کشتی که هممون در اون نشستیم. اگر این کشتی خدای نکرده سوراخ شد، غرق شد، هم حکومت غرق می شود، اپوزیسیون غرق می شود، تمامی منصبدار و بی منصب همه غرق میشه. باید این سوراخ‌ها را تعمیر کرد.